من پیلوی هستم اومدیم با یه ویدیو دیگه. این سری آموزشه درست کردن، یعنی پلیلیسته که من نمیدونم چند تا قسمت قراره بشه. آموزش درست کردن کانال یوتیوب. خب اول که همه اون یه وی پی ان خوب بعد بزنیم. پیشنهاد من آتلانتیس وی پی ان یا کارولو وی پی ان که اسمشون و لینک دانلودشون توی کانال تلگراممون هست. خب اول که میایم اینجا توی این صفحه ایم، حالا مثلا من یه حساب جدید حساب می‌کنم، این قسمت عوض کردن حسابا میتونیم حسابمون رو عوض کنیم. خب من تو کانال پیلویی میبینید که مشترک دارم. پیلویی این یکی که بدون کانال ای پی گروه من بدون. من میام روی این کانال. خب اینجا هیچی نداریم، ما میایم توی اینجا. توی این سری نشون میدم چجوری یوزر نیمتون رو عوض کنید و اسم بذارید و پروفایل. خب میریم که رفتیم ستینگ رو میزنیم. من تصویرم بیارم اینجا کلی. اینجا نبود ایگنورم نکنیم. بابا نکنیم. این گوشه کوچیک نوشته ایجاد کانال. خب اینجا ببینید نوشته تغییر عکس یا گرفتن عکس جدید. ما اینو میزنیم میریم پایین. آره این ویدیو رو نبینه. خب انتظار عکس نماگر رو گذاشتیم. نامم میتونیم تغییر بدیم بنویسیم خب نام کاربری اینجا میتونیم عوضش کنیم. مثلا اینه ما میتونیم اینا رو پاک کنیم. بذارینم این نام کاربری در دسترس. آره خب ذخیره رو میزنیم ایجاد کانال. الان ما باشید بیاره. خب الان ما کانالمون رو ساختیم به همین سادگی. خب از قسمت اینجا این به علاوه ما میتونیم ویدیو آپلود کنیم. بعد الان ما عکس نمایمون رو که گذاشتیم، نوشتیم اسممون رو، یوزر نیم هم گذاشتیم. وقت چیه؟ ریجستر کردن اکانت، یا بهتره بگم امنیت اکانتمون رو ستینگ رو میزنیم. کلی فعال کردن آمار فعلی و حالا بزنید. مثلا آمار رو بهتون میگم. برمیگردیم مشاهده کانال. این کانال ماه که الان هیچ ویدیویی داخلش نداریم. اینجا نوشته ایجاد کردن، میتونیم بذاریم مثبت هم کوتاه. خب اون رو علاوه میزنیم میتونیم این چیزا رو درست کنیم. و یه دونه مداد داریم اینجا، ما اینو بزنیم روی این نشانی کانالمون. ضمیرها رو حالا میتونید بذارید شرح هم اضافه کنید، اونم که اسمتونه. اینم بک‌گراندش رو میتونید عوض کنید که اینجا اگه من بخوام بذارم بهم میگه. خب حالا من ابعادشو براتون تو کانال تلگرام گذاشتم که مثلا عکستون رو بذارید توی اون ابعاد، متن رو روش اضافه کنید با چه برنامه‌ای. آموزشش جداه اون. خب ما الان کانالمون رو توی یوتیوب ساختیم، یوزر نیممون رو گذاشتیم، میمونه ویدیو بذاریم. اینجا میتونید افراد رو پیدا کنید، جستجو کنید، دنبال کنید. تا یه ویدیو دیگه، بای بای.